اصلا روی کل بیانه بگیریم دسته منتخبی فوتبال تاجیکستان در حقیقت روز پنجم است که در شهرک گولیستان واقع در ولایت سوخ در مجموعه ورزشی بانک ملی تاجیکستان تمرین‌های خود را با جام جهان 2024 شروع کرده است و 14 نفر بازیکنان را پیرو و سرمربی دسته به این تمرین‌ها آورده است. فوتبالبازان ما تو 17 ماه ایول در اینجا تمرین‌های خود را به انجام می‌رسانند و بعداً به یک مسابقه بین‌المللی که در آن دسته‌های مختلف ازبکستان، تاجیکستان و باز دسته‌های دیگر اشتراک می‌کنند شرکت خواهند ورزید. امروز از حضور دسته منتخبی فوتبال تاجیکستان در مجموعه ورزشی بانک ملی در شهرک گولیستان ساحل بحر تاجیک 10 روز سپری گردید. چون باری اول در تاریخ در جام جهان اشتراک می‌کنیم، سرمربی دسته پیرو وحیدوف با مقصدی باز هم بهتر آمادگی گرفتن و میان دسته‌های جهان خود را چون کشوری در فوتبال بهترین نشان دادن دوره تیاری را از همین لحظه شروع کرد. همه ستاره‌های فوتبال تاجیکستان را در موافقت با فدراسیون فوتبال تاجیکستان به اردوگاه تمرینگاه دعوت نمود. از شماره دعوت شدگان 14 نفر: فیروز بکمуродов، فیروز بозмаҳмадов، хушбахт исоев، нуриддин ҷабборов، дилшод саломов، умед қӯзиев, бахтиёр солиев, идрис ёров, самандар ризомов, баҳодур хоҷаев, фирӯз сангов, иқбол воситзода, абдуқаюм умаров ва насратшоҳ исмоилов ин даъватро пазируфта ва ҳоло ба тамринҳо фаро гирифта шуданд. капитани даста дилшод саломов аз ин ҷамоат қаноатманд аст ва умед дорад ки дар ҷоми ҷаҳон дастаи мунтахаби футзали тоҷикистон дар баробари мунтахабҳои португалия, марокаш ва панама ҳунари боло нишон дода аз бозиҳои гурӯҳӣ ба бозиҳои плей-офф роҳ хат хоҳанд гирифт. تیاری الحمدلله خوشرو خوب رفته ایستاده است. روز یکم تا حال تیاری ده ایستاده ایم. گروه بسیار گروه سخت است. مغرب، پاناما، پرتغالیا چمپیونای همه کشورها هستند. یعنی ما امکانات داریم که رو ببریم. امکانات همه خودی بزرگرای خودی خودمون وابستگی میکنم. مثلا کسی بسیار نکنه وای غلبه را نصیب میکنه. شرایط چقدر هستند در دوره اومدگی؟ شرایط خوبه. هر باری که ما هم پیش از تیاری همجا میبینیم. در هر موسم که پیش از بازی تیاریمون در همجا میبینیم. تشکر. جام جهانی سال 2024 اوید به فوتزال از 14 سپتامبر تا 6 اکتبر در جمهوری ازبکستان میگذرد. از روی خبری رسانه‌های اجتماعی مخلصان تاجیکستان برای دستگیری منتخب فوتزال و تماشای این بازی‌ها خواهند آمد. هنرنمایی عالی فوتزالبازان ما در جام آسیا با دل و دیده هموطنان مهر و محبت بی‌اندازه را جای داد. در حیاتی دسته منتخب وطن بازی کردن آرزوی هر یک فوتبال باز است. چقدر زحمت‌ها ضرور هستند که بازیگر به این مرتبه رسد و او را برای حمایت کردن شان و شرف دولت و دسته منتخب دعوت نمایند. آن بازیگرانی که در حیاتی دسته‌های منتخب بازی کردند و میکنند چون ستاره زرین و عمق تاریخ می روند. در باره کارنامه آنها نسل‌های آینده سخن میگویند و میخوانند و مینویسند. شرایط نقشه ها را دیگر میکند. ما با زمانه پیش می رویم. خب از اون نقشه هایی که شما داشتید چی تغییرات شده که اینجا شما اومدید و گویم تمرین هایی که اینجا آغاز شدن؟ از روی نقشه ما باید ماه ایون یکم مرتبه مدرسه سال آغاز میکردیم. لیکن از سبب که حریف نیفتیم با روی بازی سنجشی ما از یکم ایول سر کردیم تو 17 در شهر گولیستان بعد سفر میکنیم به شهر تاشکند. در اونجا 3 بازی با دستای ازبکستان، قرقیزستان و گواتمالا بازی میکنیم. بازی‌های سنجشی. شما گفته بودید که جام کاف هم برگزار میشد اما جام کاف هم متاسفانه برگزار نشد و برای اینکه برگزار نشد جام کاف بود با کدام سبب و ازبکستان یک همین مسابقه که 4 دسته است اما تشکیل کرده است و در آن اشتراک میکنیم.
بیاید که با رسانه‌های خبری نگاه می‌کنیم. امروز شما هیئتی 14 نفر رو به اینجا آوردید و در میان این فوتبال بازان بهترین ها نیستند. فیضعلی سردارов، خب باز کامران علیف، باز یک نفر دیگر که نیکروز علی محمدوف. اینجا بسیار میگه که چرا این طور شد که در بین بچه‌ها نیستند. رسانه همون نفرانی کاربران سازمان اجتماعی ما هم وقت با ما دسترس هستند. میتونستن از من سوال کنن که برای چی این بازیگر یا اون بازیگر نیست. که ما هم رو دعوت کردیم. کامران علی دینا با دست پیوست شد. ما هم رو یک هفته پیش از که یک میلیون جامعه سر میشود. فیضعلی سردارov با سواپوی ولایی بیمی شو کردن تا نیست. محمد اسفریقov، نیکروز علی محمدوف توبت شرکت تعلیم توبت کرده استودان. وسیط دیگه است. یگان مشکلات نیست. به دست برمیگردن یعنی اگر آنها تو همون سنه‌هایی که تو پیش از رفتن اگر توبتشان را تمام کنند و کارهای اولوی رو برطرف کنند تمام برگردن. یگان مشکلاتی نیست که دستور ما رو دعوت نکردن. نه ما رو دعوت کرده اون قریب در مجموع 20 نفر رو دعوت کرده است. خب دیگران که میگن شما گفته بودید که بعضی بازیگران هستند که در این دسته منتخب تاجیکستان شاید اشتراک کنند، از روسیه هستند. یگان نفری اونها حالا نامده است. نه هم کس رو دعوت نکردیم. از دعوت روسیه دعوت نکردیم. سال گذشته در روزبان دعوت کرده بودیم. روزی 4 در روزبان دعوت کرده کسی ما اینجا اومد. و میخوایم در این روزی در روزبان رو اساس در روزبان رو بسنجیم. بله، دسته منتخب فوتبالی تاجیکستان در دوره آمادگی به جام جهان 2024 در مسابقه بین المللی دوستانه به خاطر گرامی داشت سابق پرزیدنت اساسیاسیون فوتبال ازبکستان میر ابرار عثمانوف که از 19 تا 24 ایول در توشکند برگزار می‌گردد شرکت خواهد کرد. در مسابقه توشکند منتخب‌های تاجیکستان، ازبکستان، گواتمالا و قرقیزستان شرکت می‌ورزند. بازی‌ها در مرحله گروهی در یک دور گذرانیده خواهند شد. سپس دو دسته بهترین در فینال با هم قوه می‌سنجند. منتخب‌هایی که در جای‌های سوم و چهارم قرار می‌گیرند برای مدال برنجی رقابت خواهند نمود. همه بازی‌ها در مجمع ورزشی یونس آبای توشکند می‌گذرند. در دوره آمادگی به جام جهان منتخب فوتبال تاجیکستان همچنین ماه سپتامبر در دوشنبه با تیم‌های ملی اسپانیا و نیدرلند دو بازی دوستانه انجام می‌دهد. فوتبالبازان ما 5 سپتامبر با تیم ملی اسپانیا و 8 سپتامبر با منتخب نیدرلند رقابت می‌کنند. همچنین روز 7 سپتامبر در دوشنبه واخوری دسته‌های منتخب اسپانیا و نیدرلند در نظر است. هر سه بازی دوستانه در مجمع ورزشی پخش المپیک دوشنبه صورت می‌گیرند. سپس بعد انجام این بازی‌ها دسته منتخب تاجیکستان به جام جهان می‌رود. گمان داریم امید می‌بندیم که هیئت دسته منتخب اساسی تاجیکستان که از ستاره‌های خیلی نمایان و روشنی که این سال در جام آسیا خود را نشان دادند باز مکمل‌تر می‌گردد و آبروی نفوذی تاجیکستان را آنها در بازی‌های جام جهان 2024 که در یک گروه با دسته‌های پرتغالیا، مراکش و همچنین پناه بازی می‌کنند خواهند برداشت. ما به این امید داریم.